عقده و دل رفت که شاید و شتاب. پدران عقده و دل رفت که شاید و شتاب. نسل آینده ما عقده گشا برخیزند. مدد همت و توفیق که این قافله همچو طفلان نوآموز به پا برخیزند. همچو طفلان نوآموز به پا برخیزند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام نثاری مدیریت محترم، داوران فرهیخته، استادان فهیم و فرزانه و همه شما حاضرین ارجمند. بنده بی‌نظیر رحیمی مفتخرم که توفیق رفیق گشت تا در حضور محبت ظهوری شما عزیزان قرار بگیرم و اراده سخن کنم. حضار ارجمند، از نظر و دیدگاه علم جامعه شناسی یکی از تعریف‌هایی که برای انسان داده شده است، انسان یک موجود اجتماعی است. اما قبل از اینکه انسان یک موجود اجتماعی باشد، یک موجود نیازمند بوده و به همدیگر نیاز دارد. یعنی زندگی انسان بدون اجتماع ناممکن است. جامعه از طبقات مختلف تشکیل گردیده است که انسان در یک جامعه نظر به همان طبقات و تفاوت‌ها از منابع با ارزش اجتماعی به طور برابر و یکسان برخوردار نیستند و این پدید آورنده نابرابری اجتماعی است. با کسب اجازه از همه شما بزرگواران، امروز می‌خواهم در مورد نابرابری اجتماعی اراده سخن نمایم و امیدوارم با درک کامل و خردمندی برای داشتن جامعه‌ای که در آن عدالت، آزادی و برابری اجتماعی حاکم باشد تلاش کنیم و آگاهانه گام نابرابری اجتماعی را میتوان ضد برابری، نبود فرصت‌های برابر برای همگان و دسترسی به منابع با ارزش اجتماعی چون ثروت، قدرت سیاسی، منزلت و احترام اجتماعی تعریف کرد. در جوامع بشری افراد و گروه‌ها از منابع و فرصت‌ها به طور مساویانه و یکسان برخوردار نیستند. بعضی از گروه‌های اجتماعی به خاطر تعلقات اقتصادی، سیاسی، قومی، نژادی و مذهبی از امتیازات بیشتری بهره دارند. اما برخی دیگر از آنها به ابتدایی ترین آنها هم دسترسی ندارند. مثال واضح آن را میتوان از کشور خودمان یاد کرد که بعضی از گروه‌های اجتماعی از منافع عمومی محرومند. نابرابری اجتماعی انواع مختلف دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از نابرابری طبقاتی، نابرابری جنسیتی، نابرابری اقتصادی، نابرابری سیاسی و بالاخره نابرابری فرهنگی که مبنای نابرابری ها تفاوت ها هستند و تفاوت ها به صورت عموم دو نوع است.
یک، تفاوت‌های طبیعی. تفاوت‌های طبیعی و تفاوت‌های گفته می‌شود که تصویر و اراده انسان در آن هیچ نقشی ندارد، مانند رنگ، پوست، چهره و زیبایی. دو، تفاوت‌های غیر طبیعی. تفاوت‌های غیر طبیعی اکتسابی بوده و به تفاوت‌های گفته می‌شود که تصمیم و اراده انسان در آن نقش مهم و اساسی دارد، مانند تبعیض قائل شدن، ساختار نظام سیاسی، کسب علم و تخصص و غیره. دوستان گرامی، جامعه‌ای که در آن نابرابری حاکم باشد، در آن جامعه جنگ، خشونت، تضادهای قومی، نژادی و مذهبی، تغییرات اجتماعی و بالاخره شکاف‌های عمیق اجتماعی پدید می‌آید. اما جامعه‌ای که افراد آن از منابع و فرصت‌ها به طور برابر و یکسان برخوردار باشد، در آن جامعه تحرک و پویندگی اجتماعی بیشتر بوده، رشد و پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه خواهد کرد. پس در نتیجه نابرابری اجتماعی یعنی تقسیمات منابع با ارزش اجتماعی به صورت نابرابر و ناعادلانه در میان اعضای جامعه که مبنا و منشأ اصلی نابرابری‌ها تفاوت‌ها هستند. بنابراین بر هر فرد جامعه، مخصوصاً نسل جوان، لازم است از طریق کسب علم و آگاهی که زیور و اساس توسعه انسانی است و توسعه انسانی اساس توسعه پایدار، پیشرفت و شکوفایی یک مملکت محسوب می شود. برای داشتن جامعه‌ای که در آن عدالت، آزادی و برابری اجتماعی حاکم باشد، جامعه‌ای که در آن هیچ صدای خفه و هیچ دلگونه مظلوم نباشد، تلاش کنیم و آگاهانه گام برداریم. و سلام، سپاسگزارم.